قرار دید. برای چی من همیشه وارد میکردم؟ اولا که پاتریوت بودن نکن. اگر وطن دوست نداشته باشی، وطن خود را دوست نداری، سرزمین اجدادی را دوست نداری، رشد و ترقی نمیشه. اگر همه ما نیستی بیگانه پرستی داشته باشه، یک تمام با احترام نگاه کنیم، یک تمام بچه با احترام راست. اولی سالهای 90 نمی بود. انا فلانچه تقایم بیا مرا اینجا تعیین میکنه با ما رو آوریم. انا فلانچه مرا خیلی وعده دادن بیا و هیچ. اول که پاتریوت بودن نکن. ایسی بلندی وطن دوستی داشتن نکن. ایسی بلندی ملی داشتن. دیگر چی امروز ما را نمیدونم. اگر همین چی در ما وجودی ما باشد، هر فردی تاجیکستان دیگرش سازندگی است، بنیادکاری است، رشد است، ترقیات است. دیگر پرابلم دیگر نیست. میشود